یه چنلی رو دارم بهتون نشون میدم که در عرض کمتر از 10 روز به 100 تا سابسکرایب اول رسیده و میخوام بهتون بگم چیکار کنید که خیلی سریع بتونید 100 تا سابسکرایب اول یوتیوبتون رو تکمیل کنید. همونطور که میبینید این چنل تقریبا کمتر از یه ماه پیش شروع کرد و بازداشت جامپ زد و 100 تا سابسکرایبش هم تکمیل شد و توی این ویدیو 6 تا قدم اصلی میخوام بهتون بگم که با رعایت کردنش 100% 100 تا سابسکرایب اولتون رو خیلی سریعتر از حالت عادی میتونید بگیرید. یه سری از این قدم‌ها رو شاید این ورانور شنیده باشید ولی یه سریش و به خصوص قدم آخر که تکنیک عملیش هست رو قطعا ندیدید و سعی میکنم با مثال‌هایی بهتون نشون بدم و توضیح بدم که کاملا جدید باشه و ملکه ذهنتون بشه. بریم سراغ این اقدامات و قدم‌های اصلی برای رسیدن به 100 تا سابسکرایب اول یوتیوب. اولین قدمی که لازم است شما بردارید و خیلی از چنل‌های یوتیوب این رو رعایت میکنن این هستش که اشتباهی که خیلی از یوتیوبرهای تازه کار مرتکب میشن این هستش که اون افراد میان خودشون رو با آدم‌ها یا کانال‌های گنده مقایسه میکنن، روندی که یک کانال گنده داره رو پیش میگیرن و میبینن نتیجه نمیده. کاملا هم مشخصه. مثل این میمونه که یک مغازه بزرگ شاید یه جنسی که داره میفروشه بتونه روش 40% تخفیف بده، ولی یه مغازه کوچیکی که تازه شروع کرده اگه بخواد 40% تخفیف بده میبینه ورشکست میشه. چرا؟ چون آدم داره حجم زیادی رو میخره در حالی که این مغازه کوچیکه انقدر قدرت مانور نداره. پس شما باید از یه ترفند دیگه استفاده کنید تا بتونید مشتری رو نگه دارید، نه تخفیف خیلی بالا. این دقیقاً تو یوتیوب هم هستش. مثلا یکی از تکنیک‌های اصلی که یوتیوبرهای بزرگ انجام نمیدن ولی شما به عنوان یوتیوبر تازه کار باید انجام بدید این هستش که حتما دیسکریپشن شما شامل لینک سابسکرایب بشه. با این کار و یه ترفندی که توی ویدیو، توی دیسکریپشن، توی کپشن از مخاطب خواستن آقا ویدیوی منو سابسکرایب کن، خیلی راحت‌تر شما سابسکرایب میگیرید. مثلا میگم اگه داخل پیج اینستاگرام دیده باشید شما پیجی رو فالو میکنید که گفته باشه اگه دنبال فلان چیز هستی من بهت یاد میدم ولی بعدش منو فالو کن، یا نه بیاد صرفا آموزششو بده. اگه صرفا آموزش بده بره شما احتمالاً نکته رو گرفتی رفتی دیگه هم کاری نداری پشت سرتون نگاه کنی، رفتی ریلز بعدی رو داری نگاه میکنی. در حالی که وقتی همون آدم میاد به صورت شفاهی یا حتی توی ویدیو متن اضافه میکنه میگه تا 3 برابر میزان فالوور گرفتن و سابسکرایب گرفتنش افزایش پیدا میکنه. یعنی شما اگه نگید دارید 300% در حق خودتون ظلم میکنید. لینک سابسکرایب خیلی ساده است. 3 دقیقه با هم بریم انجام بدیم. مثلا این کانال لینکش اینجا هست، کانال احسان میرزاده. یه دقیقه اینجا باز میکنم، اینجا مینویسم سابسکرایب لینک جنریتور. اینی که بنویسم داخل وبسایت اول میرم، لینکمو اینجا پیست میکنم، دکمه جنریتور میزنم و به این ترتیب ساخته شد. خب یه تست بکنیم. اینجا یه تب جدید باز میکنم، پیست اینتر، به این ترتیب لینک سابسکرایب. میبینید سابسکرایب اجباریه، یعنی آدما رو مجبور میکنه که سابسکرایب کنن. چی از این بهتر که دیسکریپشن تک تک ویدیوهاتون شامل این بشه. مورد دومی که خیلی استفادهش نمیکنم یه ابزاری هستش که از سال 2023 و 2024 یوتیوب خیلی تاکید داره که آقا این به شما سابسکرایب میده و هنوز آدما نمیدونن. یه دقیقه بریم توی چنل من. مثلا همین ترفندی که بهتون گفتم این ویدیو تنهایی 250 تا سابسکرایب آورده و اگه چنل های مختلف رو نگاه کنید خیلی هاشون با این تکنیک رشد کرد. مثلا این چنل رو ببینید، این کانال 170 تا ویدیو داره و 134k سابسکرایب، یعنی تقریبا هر یه ویدیویی که گذاشته 700 تا سابسکرایب میشه نسبت گرفت که تا الان گرفته. اما وقتی میریم سراغ لانگ ویدیوهاش ببینیم بازدید عجیب غریبی نداره سابسکرایب هایی که داره و بازدیدایی که داره. مثلا 10k 20k 18 2k بازدید کاملا معمولی، یه ذره شاید مثلا از یه سری چنل بیشتر، از خیلی هم کمتر. علتش اینه که نکته دوم سابسکرایب گرفتن کاملا برمیگرده به شورت ویدیوها. وقتی میاد توی شورت ویدیو تازه میفهمی 160k 200k و روی پاپولار که میزنید متوجه میشید 5 میلیون 5 میلیون 4 میلیون 3 میلیون. ببین علت سابسکرایب گرفتن بالا شورت ویدیو ها هستش و شما در هر مقطعی که هستید میتونید از شورت ویدیو به عنوان یه تکنیک استفاده کنید، نه به این صورت که کلا بریزی شورت ویدیو محتوا رو کنی. یا یه سری از محتوا اتفاقا اختصاصا باید شورت ویدیو زیاد داشته باشید، ولی یه سری از محتواهای دیگه هست شما به صورت مقطعی استفاده کنید بسته به چنلتون. مثلا اگه شما دارید کانال فکت کار میکنید میتونید شورت ویدیو و لانگ ویدیو رو با هم دیگه ترکیب کنید یا فقط شورت ویدیو کار کنید. مثلا همین کانال عرف مددی که داره توی این سبک کار میکنه، اما تو خیلی از چنل های دیگه شورت ویدیو شاید به کانالتون لطمه بزنه، ولی در کل به عنوان یک ابزاری که میتونید باش سابسکرایب سریعتر بگیرید میتونید استفاده کنید و قطعا هم به کارتون میاد. بریم سراغ مورد سوم. برید کانال یوتیوب خودم رو در نظر بگیرید، همین چنلی که دارید میبینید. خب بریم سراغ ویدیوهاش.
کلا از قدیمی ترین ویدیوها، مثلا من وقتی یوتیوب شروع کردم موضوعات مختلف گذاشتن، ادیت، تامنیل، درآمد، گیم، دوباره جا ابزارهای مختلف گیم، ریاکت، ویدیوهای مختلف. خب اما بعضی مورد دیدم آقا با اینکه ویدیوها بازدید میگیره سابسکرایب نمیگیریم. علتش میدونید چیه؟ علتش مثل این میمونه که شما رفته باشید یه جایی، خب با اینکه همه مغازه رو داری سر میزنی خرید نمیکنی. میدونی چرا؟ چون هیچ کدوم از اون مغازه تخصصی اون چیزی که تو دوست داری رو ارائه نمیدن بهت. یه عالمه مغازه داره، مثل پاساژایی که رفتید یه عالمه پاساژ میریم نگاه میکنیم ولی خرید نمیکنیم. ولی یه مغازه‌ای تو ذهنتون هستش، پارسال رفتید کیف و کفش داشته خیلی هم قشنگ بوده خرید کردید، دوباره پا میشی میری اونجا. درسته؟ این ذهنیت برای خیلی از مخاطبای یوتیوب هم هستش. وقتی شما محتواهاتون پراکنده میشه بازدید گرفتن براتون راحت تر میشه. خب یعنی هر دسته محتوایی میتونید کار کنید. مثلا توی چنل من میتونم ادیت بذارم، میتونم موبایل بذارم، میتونم درآمدزایی بذارم، میتونم ایردراپ بذارم، میتونم فتوشاپ بذارم، هزار تا موضوع مختلف گستره مخاطبای من هی بیشتر و بیشتر میشه. اما اتفاق بدی که از اونور برام میفته این هستش که چون محتوا رو مخاطب تخصصی نمیبینه که من یه موضوع دارم ادامه میدم، یه تعداد خیلی زیادشون منو سابسکرایب نمیکنن، دنبال میکنن. اما مثلا اینستاگرام دیدید که خیلی پیجا رو دنبال میکنید ولی چون پیج اون چیزی که واقعا دوست دارید نیستش هیچ وقت دکمه فالو رو نمیزنید. خب دقیقاً پراکنده بودن موضوعات و برعکسش، یعنی اصطلاحی که داخل یوتیوب میگیم نیچ نباشه باعث میشه نرخ سابسکرایب گرفتن چنل شما بیاد پایین و تعداد ویدیو زحمت خیلی بیشتری بخواید بکشید تا به همون میزان سابسکرایبی که با نیچ همون حوزه هستش تازه با اون عدد برسید. یعنی یک کانالی که نیچ هسته شاید با 50 تا ویدیو بتونه به 1000 تا سابسکرایب برسه، در حالی که اگه نیچ نباشید شاید لازم باشه 200 تا ویدیو بذارید تا مثلا به همون 1000 تا سابسکرایب برسید. ببینید 4 برابر بیشتر، مگه مجبوری؟ ببین این کانال ببینید یکی از بچهای زندگی روستاییمون هستش، با زیر 10 تا ویدیو مانیتایز شد. این چنل دوم همون آدمه، بازم با تقریبا کمتر از 10 تا ویدیو کانالش مانیتایز شده، 1000 تا سابسکرایب رو گرفت. چه اتفاقی میفته که یه نفر، کاری ندارم به تکنیکا و کاری که داره این آدم انجام میده روی چنلشو باش میچینی، چه اتفاقی میفته که یکی از دانشجوامون انقدر سریع کانالش مانیتایز میشه و توی اختصاصا این ویدیو میخوایم ببینیم چجوری 1000 تا سابسکرایب اول انقدر سریع میگیره. یه تفاوتی که این چنل با چنل‌های هم حوزه خودش که بازم زندگی روستایی دارن میذاره، همین الان برید توی سبکای زندگی روستایی نگاه کنید ببینید کانال‌های دیگه هم هستن، شاید 8 تا 10 تا 50 تا ویدیو هم گذاشته ولی هنوز 700 تا سابسکرایب، 600 تا سابسکرایب. فرض کنید کوالیتی کاملا یکسانه. خب فرض کنید تکنیکایی که استفاده میکنن کاملا یکسانه، با اینکه یکسان نیست. خب اون آدم یه سری کارهای بیشتری کرده که داره نتیجه بیشتری هم میگیره. خب اما با فرض اینکه یکسان باشن، یه علت خیلی مهمی که این کانال مثلا دانشجومون اینقدر سریع نتیجه میگیره یه نکته ساده است. میدونید چیه؟ اونم این هستش که باز دوباره من مثال رو میبرم توی اینستاگرام. فرض کنید شما دارید دوست دارید محتوای آشپزی یاد بگیری. خب میری تو اکسپلور تو باز میکنی، محتواهای آشپزی مختلف هستش، مثلا یه دونه رو نگاه کردی، دو تا نگاه کردی، خوشت اومده، ویدیو خوبه. خب اما کیو فالو میکنی؟ اون که خودش توی ویدیوش هستش. دقت کردی؟ اکثر پیجایی که فالو کردید رو برید نگاه کنید، با یه چهره میشناسیدش. یعنی شما کمتر پیجی رو میشناسید که چهره توش نداشته باشه. الان اکثر یوتیوبرایی که تو ذهنتون رو به یاد بیارید، کسی از چهره نداشته باشه کمتر یادتونه. حوزه لاغری، پزشکی، گیم، سرگرمی، موبایل، هر حوزه‌ای تو ذهنته، این آدما رو با یه اسم، با یه چهره، با فامیلش، با اسم کاری و هنریش اینجوری میشناسیش. خب وقتی شما داخل یوتیوب انگلیسی به خصوص بچه‌ها بیشتر خوب فعالیت میکنن دیگه، دارید کار میکنید، چهره نمیذارید توی ویدیوتون، نرخ سابسکرایب گرفتنتون میریزه. چرا؟ چون یه نفر فرض کنید ویدیوتون میاد خوشش میاد، ویدیو هم مثلا 200 کم بازدید میگیره. خب بعد از اینکه 200 کی بازدید گرفت، شما پس فردا و 2 روز بعد یه ویدیو دیگه میسازید، اون آدمه نمیتونه راحت شما رو پیدا کنه دوباره. ولی وقتی چهره رو میذارید، شما این ویدیو رو چجوری کلیک کردید اومدید تو، احتمالاً چهره من براتون آشناست. خب میبینی این آقا است که مثلا تازه من آشنا شدم یوتیوب آموزش میده، یا اگه مخاطب قدیمی میگی یا این هم یوتیوبر شوی که مثلا 5 سال داره یوتیوب آموزش میده، پس منو میشناسی. در حالی که اگه اسکرین ریکورد بود که همیشه مثلا یه عکس یوتیوب بود، اینو معلوم نبود روش کلیک کنی. چرا؟ چون این آدمه رو که نمیشناسی، این چهره رو که جذبت نمیکنه. پس قیافه من قشنگ یا زشت
عاملیه که شما کلیک میکنید. دقیقاً توی این چنلی هم که مثلا همین دانشجویان براتون گذاشتم که 2 تا چنل زیر 10 روز مانیتایز کرده، یکی از مهمترین مسائلش همین بود، چون چنل قبلی خودش کانالی بود که نمیتونست مانیتایزش کنه. علتش همین بود که محتوا، لوکیشن، همه چیز یکسان بود، چهره نداشت. همین راحتی چهره رو درستش کردیم، جامپ عجیب غریبی زدیم، 2 تا تکنیک هم اضافه کردیم که زیر 10 روز مانیتایز بشه. بریم سراغ مورد پنجم و ششم که بهتون گفتم این 2 تا از همش مهم تره تقریبا برای گرفتن 100 تا سابسکرایب اول و 1000 تا سابسکرایب اول چنلتون. بریم پنجمین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم این هستش که شما برای رشد چنلتون تنها چیزی که من میبینم اکثر آدما بلدن اجرا کنن ویدیو آپلود کردنه. خب یعنی اکثر چنل هایی که طرف بار اولش یا دومش هستش یوتیوب استارت میزنه، حتی داخل اینستاگرام هم همینطور، خب اون آدم وقتی داشت میپرسیم خب فلانی شما اومدی یوتیوبر بشی، میگه بله خیلی انرژی هم دارم، میخوام درآمد دلاری داشته باشم. بعد میگم خب حالا چیکار کردی روی چنلت؟ یعنی علاوه بر اینکه هیچ اطلاعاتی از تولید محتوا نداره، هیچ اطلاعاتی از روند رشد یوتیوب و تکنیک های رشد یوتیوب هم نداره. وقتی شما میخواید توی مسیری، خب میخوای فوتبالیست بشی، فقط برای توپ من میخوام شوت کنم، اینکه چجوری دریبل میزنن، چجوری سانتر میکنن، چجوری با بقیه بازی میکنن، چجوری توپ میگیرن، چجوری دفاع میکنن، هیچ چی نمیدونه. طبیعتا این آدم محکوم به شکست. برای همین هستش که الان با خود 2 تا 4 تا کن ببین چنل اول و دومت آیا مانیتایز شده یا نه. خب اگه مانیتایز نشده چنل اصلا سومت، خب شاید خیلی از شما 3 تا چنل هم داده باشید، میبینید تمام اون 3 تا چنلی که زدم خب شکست خیلی سهمگینی داشته و یکی از علت‌های اساسیش هم همین هستش که من صرفا رفتم مثلا یه ویدیویی دیدم راجع به اینکه آقا 1000 تا سابسکرایب چطوری تکمیل کنم، یه سری نکته یاد گرفتم ولی واقعیتش این هستش که 1000 تا سابسکرایب برای یک کانال شورت، برای کانال لانگ، برای کانال فارسی، برای کانال انگلیسی، برای کانال سرگرمی، برای کانال آموزشی، برای هر کدوم از اینا متفاوته. خب پس شما نمیتونید یه دونه مورد بلد باشید بگید من هر کاری بخوام بکنم همون یه دونه مورد روش پیاده میکنم. یعنی من تک تک مثالایی که زدم هر کدوم یه نمونه چنل مختلف براتون آوردم و هر کدومش یه سری کاری داشت میکرد ولی جواب نمیگرفت. اتفاقا جواب گرفتن اون آدم تو یه سری کارهای دیگه است که نمی‌کرده یا ندیده. پس حتما مورد پنجم این هستش که آموزش دیدن به خصوص تکنیک‌های جدید 2024 2025 رو داشته باشید و فقط نچسبید به اینکه 4 سال پیش مثلا یه نفر بهتون آموزش داده برید سئو بکنید، تگ بزنید، چون دیگه آموزش‌های قدیمی 2 سال 3 سال پیش الان دیگه روی ویدیوها و کانال‌های الان جواب نمیده. اصلا 2 سال پیش شورت ویدیو نداشتیم، شورت ویدیو داریم. 3 سال پیش ریلز نداشت اصلا اینستاگرام، الان ریلز داره. چند سال پیش سئو به این شکل نبود، خیلی سئو اهمیتش بیشتر بود. وقتی ویدیو رو سئو می‌کردی جامپ می‌زد، بازدید می‌گرفتی، ترافیک میومد در لحظه. الان اصلا اینجوری نیستش دیگه. خب بریم سراغ مورد ششم که یکی از همین تکنیک‌هایی هستش که میخوام بهتون بگم و براتون باز کنم. مورد ششم یکی از همین تکنیک‌های کلاب محرمانمون هست تحت عنوان قیف معکوس. خب قیف معکوس فلسفه‌اش از کجا میاد؟ قبلا شاید تو اینستاگرام به جای مختلف اصلا دیده باشید که این نکته رو دارم مثال میزنم. خب قیف معکوس کلا فلسفه‌اش اینجوری هستش. فرض کنید شما میخواید برید مثلا یه چیزی بچینید از یه جایی، ماهی بگیرید از یه دریایی. خب 2 نفر با هم دیگه میرن، هر دو تا از لحاظ قوه بدنی و تجربه و همه اینا یکسان، فقط به یکی یه تور 10 متری میدیم، به یکی یه تور مثلا فرض کنید 100 متری میدیم. خب اون 10 متری تورشو میندازه، چند تا ماهی میتونه تو 10 متر بگیره؟ 2 تا 3 تا. خب در حالی که اون آدمی که تورش 100 متر یا 500 متره طبیعتا میتونه 10 برابر یا 50 برابر اون بیشتر ماهی بگیره دیگه. خب این دقیقاً همون قیف معکوس است. شما فکر کنید مخاطب میخواد با قیف شکار کنه، اگه با این دهانه بزرگ قیف اینجوری بزنید مخاطب بیشتری میگیره تا اینکه دهانه برعکس باشه. خب ناخودآگاه خیلیاتون قیف معکوس رو انتخاب میکنید. بذار براتون یه مثال بزنم. خب مثلا تو حوزه آموزش زبان، خب یه سوالی که مثلا بعضی وقتا از آدما میپرسن همین هستش که خب آقای فلانی خانم فلان شما معلم زبان دیدی؟ بله من متخصص زبانم. و میگم شما فرض کن 2 تا موضوع میخوای انتخاب کنی برای چنل یوتیوبت، خب و میخوایم ببینیم کدوم که از این موضوعات بیشتر بازدید میگیره دیگه که اون رو بریم بسازیم. خب میگه بله درست. خب فرض کن موضوع اولی این هستش که آموزش زبان با استفاده از سریال فرنس که خیلی جذابه، باحاله، خب خیلی دوستش دارن. دومی هم مثلا آموزش مقدماتی زبان، کدومی که بیشتر بازدید میگیره؟ طرف احتمالا اصلا قبل از اینکه اصلا بهتون بگم کامنت کنید کدوم بیشتر بازدید میگیره، آموزش با سریال فرنس که خیلی شناخته شده تره یا آموزش مقدماتی زبان. خب اینجا معمولا آدما بهم میگن آموزش با سریال فرنس. خب در حالی که حالا بیا از لحاظ
آمار ریاضی بهش نگاه کنیم. ببین بازدید گرفتن ارتباط مستقیم گفتم با دهنه بزرگ قیف داره. هر چی مخاطب بیشتر رو در بر بگیری پس بازدید شما بیشتره. حالا تصور کن تمام آدم هایی که میخوان زبان یاد بگیرن از مرحله آموزش زبان مبتدی یا مقدماتی میگذرن. خب 100% رو در نظر بگیر از جا میگذرن. خب حالا فکر کن از این 100% که گذاشتن چند نفر سریال فرندز رو اصلا بگیر 60%. پس 100% پس 60% این 100% میمونه دیگه. یعنی تو هر جوری حساب کنی تعداد آدم هایی که زبان رو با فرندز میخوان یاد بگیرن، چون اشتراک هم زبانه هم فرندزه، کمتر از تمام کسایی هستش که زبان رو میخوان یاد بگیرن. پس دهنه قیف رو در نظر بگیر کدوم بزرگتره و همین راحتی میفهمی که کدومی که بازدید بیشتری برات میگیره. حالا بریم یه چنل براتون بیارم کل کیس استادیایی که من 6 تا رو بهتون مثال دادم توش پیاده شده و دونه دونه با هم دیگه ببینیم. خب این چنل پریا اخواس هستش و خیلی کیس باحالی بود، من پیداش کردم بهتون نشون بدم. خب اولین نکته که بهتون گفتم لینک سابسکرایب هستش که توی یه سری از ویدیوهاش هستش و چنل الان که نگاه میکنیم چنل موفقیه. 140 تا سابسکرایب، 700 تا ویدیو و درآمد خوبی داره، بازدید خوبی داره، 24 کا، 50 کا، 500 که میبینید که بازدید خوبی هم هست. حالا بریم سراغ المان دومی که برای چنل یوتیوب داشتیم، اونم شورت ویدیو بود. میبینید که مثلا بزنم روی شورت ویدیو یه بخشی از همین سابسکرایب هاشو روی پاپولار هم بزنیم 40k 30k 20، یعنی یه بخشی از همین سابسکرایباش به واسطه شورت ویدیوهاش تکمیل شدن و شورت ویدیو هستش که هم با چهرهش داره میذاره، هم بدون چهرهش، هم ادیت شده، هم شاید سبک‌های مختلفو داره میذاره و براش سابسکرایب میاره تا حد قابل قبولی. بریم سراغ مورد سوممون. مورد سوممون چی بود؟ اینکه موضوعاتمون اگه پراکنده باشه احتمالاً نرخ سابسکرایب گرفتنمون کمتره. پراکنده بودن معمولا چنل‌های مبتدی انجام میدن، پس میریم سراغ اولدس ویدیوهاش. خب پراکنده ترین رو معمولا چنل‌های مبتدی انجام میدن، پس میریم سراغ اولدس ویدیو. ببین ویدیو قدیمش اگه باز کنیم تقریبا متوجه میشید که اینجا انیمیشن میساخته، اینجا فرض کن سفرنامه داشته میگفته، اینجا نقاشی بوده، اینجا آموزش زبان بوده. یعنی کاملا متوجه میشید چنل رندومی بوده اولش. خب و 1 سال 2 سال تو همین رندوم بودن ادامه داده تا رسیده به جایی که مثلا میگم تقریبا تعداد ویدیوهاش بیشتر شده، خودش هم اومده جلوی دوربین 140k. ببین چه اتفاقی افتاد، پراکنده بودن رو کم کرد. شاید بگم مثلا بازدیدی که اینجا توی همین 4-5 تا ویدیو گرفته، خب به اندازه کل اون 2 سال قبله 6 تا ویدیو یا 8 تا ویدیو کل 2 سال زحمتش جمع میشه. خب فاکتور 4مون چی بود؟ این بود که آقا اگه شما داری تو هر حوزه کار میکنید میخواید تعداد سابسکرایبت بیشتر بشه، چهرهت رو اضافه کن به ویدیو. خب حالا همین نگاه کنیم، اینجا آموزش زبان داشته، ببین اینجوری نبوده که نداشته. آموزش زبان 7k، آموزش زبان 13k، آموزش زبان 8k، آموزش زبان 7k 4k. خب کی جامپش زیاد میشه؟ وقتی من این چهره رو میبینم 25k 17k 40k. ببین تازه داره یاد میگیره یوتیوبو و برای یه آدمی که مثلا 5 سال پیش 7 سال پیش شروع کرده و اون موقع اصلا کانتنت کریئتور تو یوتیوب نبوده، خب کسی نبوده چنل یوتیوب داشته باشه، کسی نبوده رقابت داشته باشه، یعنی فقط مثلا 7 سال پیش یا 5 سال پیش خودت بودی و خودت 2 تا چنل 3 تا چنل هم حوزه وجود داره، یعنی تو هر محتوای ضعیفی هم بسازی بازدید میگرفتی. خب بنابراین با این حال 2 سال 3 سال طول کشید تا بتونه روند چنلش رو پیدا کنه. حالا شما الان رو در نظر بگیرید با این حجم رقابتی که تو هر موضوعی هر روز داره یوتیوبر جدید میاد، شما بخواید با این محتوای ضعیفی بدون تکنیک و اطلاعات شروع کنید واقعا نمیتونید رشد کنید و نمیتونید از یوتیوب به درآمد برسید. حالا همین چنل میبینید که با اضافه کردن چهرهش هم یه رشد خیلی بیشتری داشت و حتی 4-5 سال پیش فکر کنم پاپولارش اگه نگاه کنید تقریبا متوجه میشید که 800k بازدید داره، 1 میلیون، نزدیک 1 میلیونه، یعنی فقط $4000 درآمد همین یه دونه ویدیوه. خب بریم سراغ المان بعدی که برای 1000 تا سابسکرایب اول و 100 تا سابسکرایب اول گفتم. المان پنجممون تکنیکا بود که اختصاصا مورد ششم کلا گفتم علاوه بر آموزش دادن بریم سراغ تکنیک قیف معکوس. خب قیف معکوس چی به شما میگفت هر چی شما محتوایی که دارید میسازید آدمای بیشتری در بر بگیرن، یعنی هر چی نری تو عمق بازدید بیشتره. پس از اون ور بیشترین بازدید میشه توی چه موضوعی؟ توی سطحی ترین موضوع. سطحی ترین موضوع یعنی چی؟ یعنی 0 تا 100. و همین راحتی تایتل شما 0 تا 100 باشه بازدید میگیره، امکان نداره بازدید نگیره. بهترین روش خب یا کلا هر مینی سریالی که داریم پلی لیست درست می‌کنیم قسمت اولش احتمالاً بیشترین بازدیدش رو میگیره. به همین ترتیب
کل چیزایی که بهتون گفتم و تو این چنل نشون دادم که چطوری میشه استفاده کرد. و اگه خودتون هم میخواید از طریق آموزشایی که خودمون داریم، کوچینگ یا مشاوره مستقیم خود من کمک بگیرید که درآمد چنلتون و پروسه‌ای که میخواید به درآمدزایی برسید خیلی سریعتر از حالت معمول بشه، توی فرم زیر میتونید اطلاعاتتون رو وارد کنید و ثبت نام کنید توی حالت رزرفش که بتونید راهنمایی کنیم که از چه شرایطی و تحت چه آموزشایی شما میتونید خیلی سریعتر از یوتیوب به درآمد برسید. خلاق و پر انرژی باشید. شب و روزتون بخیر.